تا حالا به این فکر کردین وقتی میخواین یه خرید اینترنتی انجام بدین چه مواردی رو باید در نظر داشته باشین؟ توی این ویدیو یاد میگیریم چطوری خرید امن و هوشمند رو داشته باشیم. بقیه ویدیو رو با من همراه باشین. خب اولین کاری که باید در مورد خرید اینترنتی مد نظر داشته باشیم اینه که حتما از سایت‌های معتبر خریداری کنیم. اونایی که حالا توی شبکه‌های اجتماعی لینک برامون میفرستن که بریم پرداخت کنین، اینا رو باید خیلی جدی بگیریم و خیلی مراقب باشیم. وارد سایتی هم که میشیم برای خرید، اولین قسمتی که باید بررسی بشه آدرس بار اون سایته که ببینیم معتبر هست، امنه یا نه. اولین چیز این قفل کنار آدرس بار هستش که حتما این قفل باید فعال باشه. قفل فعال بود، روی آدرس بار دوبار کلیک میکنیم. آدرسی که باز میکنه https با این شروع شده باشه. حالا بقیه آدرس هم که مهم نیست. این دو مورد رو داشته باشه آدرس سایت امن هستش. دومین موردی که باید در نظر داشته باشیم، میایم پایین اون سایت یه دونه اینماد دارن که از سایت اینماد میگیرن، نماد الکترونیکه که باید سایت های معتبر داشته باشه. روی این نماد الکترونیک اگر بزنیم سایت اینماد رو برامون باز میکنه که اینجا اسم سایت رو نوشته، صاحب امتیاز، تاریخ اعطا و تاریخ اعتبار که این تاریخ مهمه و باید معتبر باشه، یعنی اعتبار داشته باشه. یکم میایم پایین تر اطلاعات تماس اون سایت رو به ما نشون میده که اینا باید معتبر باشن. بررسی میکنیم، روی نقشه نشون میده. تلفن پشتیبانیشون رو نوشته که محض احتیاط یه بار باید باشون تماس بگیریم ببینیم جوابگو هستن توی این ساعتی که اعلام کردن. بعد اینکه حالا ما خواستیم بریم پرداختمون رو انجام بدیم، این درگاه معتبر دیجیکالا هستش، همه میشناسن. خب حالا میرم من یه خریدی رو انجام بدم که وصل بشیم به درگاه بانکی و اونجا هم براتون توضیح بدم. حالا من یه کالای تصادفی انتخاب میکنم، تکمیل و بشیم به درگاه، ثبت سفارش. اینجا روش‌های پرداخت رو برامون نشون میده که اگر کیف پولمون موجودی داشته باشه بهترین گزینه از لحاظ امنیت همون کیف پول اون سایته. اگر نداشتیم باید گزینه پرداخت اینترنتی رو انجام بدیم، انتخاب کنیم، عذرخواهی میکنم و گزینه پرداخت رو میزنیم، وصل میشیم به درگاه بانکی. اینجا درگاهی که ما باید اطلاعات کارتمون رو وارد کنیم تا هزینه اون خریدمون رو پرداخت کنیم رو برامون میاره. بعد این درگاه رو باید مثل همون سایته آدرس بارش رو اول چک کنیم. غیر اون دو سه مورد دیگه هم هستش در مورد درگاه که در ادامه ویدیو براتون توضیح میدم. داخل آدرس بار اون سایت یا همون صفحه‌ای که برامون باز کرده تا اطلاعات کارتمون رو وارد کنیم باید این علامت و قفل باز باید باشه. روی آدرس بار که دوبار کلیک کنیم این گزینه https حتما باید باشه، یعنی آدرس درگاه هم باید با همون پروتکل https شروع شده باشه. بعضی درگاه ها این اس رو ندارن، این اس خیلی مهمه، حتما دقت کنین. ما بگیش یه دونه اسم شرکت ارائه دهنده اون درگاهی که 12 تا شرکت داریم تو کشور که خدمات درگاه ارائه میدن به صورت مستقیم و زیر نظر بانک مرکزی و شاپرک. یه دونه دات داره، بعدش یه دونه شاپرک که این شاپرک خیلی مهمه، ای هاش هیچ کدوم دابل نیست، دقیقا همین شکلی باشه که اینجا هستش. من ماوسو برمیدارم از روش که داشته باشین. .ir. حالا بقیهش مهم نیست چی باشه، اون مربوط به اون درگاه هستش که ارتباطی نداره در مورد امنیتش. این مورد رو چک کنیم کفایت میکنه.
حالا اینا رو چک کردیم. حالا از کجا بدونیم اسم این سایت شرکت ارائه دهنده خدمات درست هست یا نه؟ خب اینجا میبینین نوشته SEP برای شرکت سامان کیش هستش که سپه. خب لوگوی روی درگاه هم دقیقا باید همون باشه. اینور شاپرک داره، اینور سپ باشه. اگر اینجا اسم یه شرکت دیگر رو نوشته باشه، حالا میریم داخل سایت شاپرک بهتون توضیح میدم. اگر اسم یه شرکت دیگه باشه، اینجا لوگوی سپ باشه، یا اینجا سپ باشه روی آدرس، اینجا لوگوی یه پرداخت دیگه باشه، اون درگاه رو اصلا خرید انجام ندید، اون درگاه درست نیست، اعتبار نداره. خب روی درگاه هم این شماره پذیرنده هستش، این شماره ترمینال اون درگاهه. اگر به مشکلی در مورد پرداخت اینترنتی خوردین، روی درگاه خطا دریافت کردین، این شماره ها نیاز هست که وقتی تماس میگیریم با پشتیبانی اون درگاه برای بررسی تراکنشمون، یکی از این دو مورد رو ازمون میپرسن که باید بدونیم ترمینال اون درگاهی که ازش پرداخت کردیم چی بوده. اینا محض احتیاط داشته باشین، یه جا یادداشت کنین یا اسکرین بگیرین که اطلاعاتش رو داشته باشین. حالا از کجا ببینیم اسم شرکت ها رو از کجا پیدا کنیم، یعنی که بتونیم اینجا بررسیشون کنیم. فارسی هم میتونیم بنویسیم شاپرک. اینتر رو بزنیم. از کردم اولین سایتی که HTTPS هم داره، اینو میزنیم. وارد سایت شاپرک که شدیم میایم پایین تر، اینجا شرکت های PSP رو نوشته. PSP همون شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت. اونو که زدیم اینجا شرکت های PSP رو لیستش رو میاره. فعلا در حال حاضر که من این ویدیو رو دارم رکورد میکنم 12 تا شرکت داریم که زیر نظر شاپرک و بانک مرکزی دارن فعالیت میکنن. اسم درگاه، اسم شرکت رو نوشته، اینجا آدرس سایت رو نوشته. داخل آدرس سایت این قسمت اول این برای پرداخت الکترونیک پاسارگاد PEP هستش که اینجا باید به جای سپ اگر درگاهش پرداخت الکترونیک پاسارگاد باشه، اینجا باید لوگوی شرکت پاسارگاد رو نمایش بده به همون. این برای سپ که الان ما این درگاه رو داریم روی سامانکیش. اینجا سپ نوشته .shaperek.ir، اینجا هم لوگوی خود شرکت سپ هستش. حالا بقیه شرکت ها هم به همین منوال. PEC برای پرداخت الکترونیک پارسیانه که اینا رو میتونین بررسی کنین و متوجه بشین اون درگاهی که الان داخلش هستین و اطلاعات کارتتون رو میخواین وارد کنین معتبر هست یا نه. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر به این سبک ویدیوها علاقه دارین حتما لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و سوالاتتون رو توی کامنت ها ازم بپرسین. من همه رو سعی میکنم جواب بدم. همچنین تصمیم دارم یه پلیلیست داخل کانال داشته باشم که کلیه آموزش های مربوط به دولت الکترونیک رو داخلش قرار بدم تا هر موقع نیاز بود مراجعه کنین و ویدیوهای اون رو مشاهده کنین. مراقب خودتون باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.